سوکلان السلام علیکم. السلام شما علیکم. نازمی؟ درست می؟ سیاه سلامت کاراش دوست می؟ میشه خدا سوداهاش دوست می؟ نه رفتار آدمان چخل خرسان می؟ خورسان دوار برای که اختصاصی هم می؟ کم نیست. امروز من خانم با آرد ادا شده است برای امون یک آرده هم نخواش خبرگیری هم خودم آرد خریداری کنی آمدم. ای بابای ما آمده است می ها؟ بابای آمدگی برای مردم تشنگی حتی خونم من لشمی تشنه موندم با کار آرد نیست هوا اکو میکنه گرم نیست. نوشی جانتون بسم الله گرم نیست. ببینید تو یخ باری مونده است. یخ میخورید ممنون یخ باری مونده است. گرم نیست برای یخ روید. السلام علیکم دوستان عزیز، همتون عزیزم درست می صحت و سلامت. شما ویدیو گرفتید دیدم؟ البته دوستان عزیز امروز من مغازه ارز آمدم مقصد که خانه با آرد ادا شده است برای همون خودم آرد خریداری کنی و یک باره همین نرخ‌های آرد و سبوسوی برای شما یک فهماندنی آمدم. البته ویدیو را که حتما تا آخرش تماشا کنید و دوستان عزیز یک دیگه لایک بپلکه و کانال با ابونه شدن را حتما فراموش نکنید. و دوستان عزیز وقتی که این مغازه ارزان میبینید اگر که من بارین تشنه شده آمده یک دیگه این آب اول برده تشنگی میکشتن کو یعنی این آب از طرف من برای شما دوستان عزیز پدر که میشد بعد آمده این آردای خریداری کنتون با حال انشالله شروع میشد همش یعنی که هم تشنگی میکشتن هم آرد گرفته برکه میویتون آب از من پدر که کسی که آمده از من یک تا آرد خریداری کند آبش به پول میشد از طرفی من تن نباشد دوستان عزیز یک باره برای شما برای همه شما نرخاشو شروع کنیم میفهمونیم صاحب دکان دوشان اپراتوری کروسیان اکو یک سلام علیکم کنید. السلام علیکم به همه شما. نرخ سبب چند پول شد؟ 47 تومان 47 تومان نه؟ کم نیست. خب این آرد سیوم آرد سیوم چند پول؟ 80 تومان 80 تومان مونده است من دوستان عزیز آرد سیوم. خب 10 کیلوگی چند پول منه؟ 10 کیلوگی اکو 50 تومان یکم یا که بیشی شد می؟ بیشی شد کجا؟ بیشی شد من دوستان عزیز. الان کنون آرد قزاقستان می؟ آرد قزاقستان یکم یا که بیشی می؟ آرد یکم آرد یکم شد. یک رنگش 50 کیلو. نرخش چند پول؟ 200 تومان 200 تومان. کم نیست من دوستان عزیز نرخش 200 تومان. الان کن آردی من برکت بوده است. برکت. اینم یک رنگش 50 کیلو نرخش 210 تومان 210 تومان من یعنی سودا شده است. اصلی که 215 اصلیش کن اصلی فروشیش 215 نیکی ها 210 با ارزان میکنید داخل کم نیست. نیکی دوستان عزیز من باور کنید تو همین مغازه ارزان بسیار میبیام حالی یکم کلینت آمده جلب بکردی جاش نیست برای همون من برای شما توصیه کردم که آرداش همش جانا همین برده خود میخوردم که برکه میویتون نانو شیرین داخل انشالله برکه میویتون. لیکن همین آب گرفته آمده اول تشنگی کشتن حتما فراموش نکنید طوری ناز کردن آب آورده برای مردم تشنگیش کردم جای گرم مده این دوستان. دوستان از من یک بار نرخ‌های کنجالی برای شما نشان دادم. من کنجالی هم بوده است. کنجالی یعنی کجا؟ قزاقستان قزاقستان؟ کلاکنا با روغنشان کلامایش بین چند پول این؟ 53 53 هم نیست. گندم چند پول؟ گندم 280 درم 280 درم؟ هم نیست. انا دوستان عزیز این خیلی نرخ‌هاش داست. اکنون هم یک تا آرد و یک تا وای میتید کمتون کنجالی میتید برای مالا سکلان شما میم هزار رحمت اینه گفته می وقتی پولتانو در یک نداشته منم برای من کمک رسیدم میتون. دوستان آدرس ما شهر سرافشان چهارراه حلچی گلزار از طرف یکباغ میبیتون دست راست میگردیتون کمی رگشته دست چپ میگردیتون کو این مغازه ارزان جایگیر است یا نشان این زپرافت که منه تماشا بینتون.
نمره تلفن ها در روی اکران ساده است. بعد در زنگ زدن میگم این برادر عزیزم برای شما با ارزانه کرده خداخواد دادم میگیرم ان شاء الله دوستان عزیز. برکه افته میگیرم همه وقت صحت و سلامت و سر بلند باشتن. لایک های بی پلک و آبونه شدن را فراموش نکنید. این آبم از یادتان نبره.